سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوایم بریم غذاهای ایران رو بشناسیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. آقای کاتو موادش لوبیا رشتی یا لوبیا کشاورزی. لوبیا رشتی تقریبا گفته میشه تخم مرغ، شوید، خشک، سیر، نمک و زردچوبه است. میرزا قاسمی موادش بادمجان کبابی، گوجه فرنگی، تخم مرغ و سیر ترشی تره، شوید، گیشنیز، نعنا، جعفری، اسفناج، سبزی‌های محلی مثل چجاق، خالباش و تره‌گویی. خورش انارمیز یا سنگ خورش یا سبزی فسنجان. موادش تره، جعفری، گیشنیز، نعنا، سبزی‌های محلی چجاق، خالباش، پیاز خرد شده، گردو، رب انار و آب اناره. کباب ترش موادش گوشت راسته، گوساله، پیاز، تقریبا هم چجاق، نعنا، رب انار، نمک داره فله. گرمچ کباب، گرمچ نام دیگه محلی گلیه که شمالی‌ها از آن استفاده میکنن. گرمچ کباب نوعی خورشته، موادش گوشت خورشتی، مغز گردو، پیاز، رب انار، پیاهای محلی معطر با ترکیب نعنا، جعفری و گیشنیزه. به گوجه و گلپر هم اضافه میکنن. خوراک بابیشکا موادش هم با گوشت درست میشه هم گیاهی درست میشه. موادش گوشت مرغ یا جگر، ادویه‌های دلخواه، روغن، سیر، پیاز، گوجه فرنگی، رب، سیب زمینی، بادمجان، گوجه فرنگی، پیاز و تخم مرغ. خورش ترشه‌باش یا بورا یا آبکی موادش سیر مرغ، نعنا، گیشنیز، چجاق، پیاز، سیر، گوجه فرنگی، بادمجان، پوست گوسفند یا گوساله و آبگور است. رب انار و آبی که ترش هم اختیاریه. مرغ ترش گیلانی موادش مرغ، همگی معطر، پیاز، گردو، رب انار، آبگور، سیر، نمک، فلفل، زردچوبه، روغن و لپس. ترش‌شامی یا شامی گیلانی موادش گوشت چرخ کرده، پیاز، رب گوجه فرنگی، آردون خودچی، گیشنیز، جعفری، نعنا خشک، آب نارنج، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و روغنه. سیرابیچ یا سیربابیچ موادش برگ سیر تازه، تخم مرغ، روغن، نمک، فلفل و زردچوبه است. خورش فسنجان سینه یا ران مرغ، مغز گردو، رب انار، پیاز، شکر، زعفران دم کرده، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و روغن مایه است. خورش چقرتمه یا چخترمه مواد مرغ، پیاز داغ، تخم مرغ هم زده، زعفران، آب لیمو، آب نارنج، آبگوره، چوب گوجه فرنگی، آبگوره یا آب نارنج و ادویه‌های دلخواه. شیرین قرمه یا شیرین کاتوق موادش مرغ یا گوشت یا داغ، آلو، قیسی، آب مرغ و کیش کدویه. دوستان مرسی که همراهمون بودید. لایک و ساب فراموش نشه. کامنت هم بذارید. دوستتون داریم تا ویدیو بعدی. بدرود.